این خرابکار نگاه داره چه کار میکنه. ننویس آقا، ننویس آقا ننویس. ننویس. اینجا قله هالاسان مرتفع ترین نقطه کره جنوبیه و ثبت میراث جهانی یونسکو شده. تمام مسیر از پایین تا بالا این راه چوبی وجود داره و همه جا طناب کشی شده که بازدید کننده ها داخل طبیعت نرن. آتیش روشن کردن ممنوعه، سیگار کشیدن ممنوعه، خوردن مشروبات الکلی و حتی پخت و پز هم اینجا ممنوعه. در تمام طول مسیر جعبه‌های کمک‌های اولیه وجود داره و حتی دستگاه شوک الکتریکی گذاشتن که اگر کسی با ایست قلبی مواجه شد بتونن احیاش کنن. مخزن‌های آبی اینجا قرار دادن که اگر جای آتیش گرفت بتونن سریع با این آب خاموشش کنن. هیچ کس نمیتونه داخل طبیعت هر جا که دلش میخواد بره، فقط توی مسیرهایی که اینطور مشخص شدن میتونن برن. یک دونه زباله نیست، با اینکه سطل آشغال هم وجود نداره. در تمام طول مسیر تابلوهای راهنما وجود داره که شما میتونین از این تابلوها راهتون رو پیدا کنین، با گل و گیاه آشنا بشین، با قارچ هایی که اینجا رشد میکنن آشنا بشین، با پرنده هایی که اینجا میبینین آشنا بشین و خلاصه هر چیزی که فکر کنین رو توضیح دادن. صورتی ها برای زنهای بارداره. اینجا فقط یه قسمت کوچیک از درخت هایی که قطع شده تا باش آتیش روشن کنن رو بهتون نشون میدم. و اینجوری میافتن به جون درخت. هر کسی واسه خودش آتیش درست کرده، یعنی همه این چادرها همشون نه ولی اکثرا اینجوری آتیش روشن کردن. این هیزم دوباره اونجا، اینجا الان یه نفر آتیش روشن کرده، اینجا قبلا یه نفر آتیش روشن کرده، اینجا یه نفر دیگه آتیش روشن کرده، اینجا یه نفر دیگه آتیش روشن کرده.